صبح چهارشنبه 17 مارس سال 2010 استاد محمد شریف ایمدزاده راهبر معنوی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، یکی از مؤسسان و از نخستین راهبران این حزب، سابق رئیس زیرکمیسیه حقوقی کمیسیه آشتی ملی، سابق وکیل در مجلس نمایندگان مجلس عالی کشور، سیاستمدار، عالم پژوهشگر مسائل اسلامی، مؤلف چندین کتاب و رساله‌های علمی و تحقیقاتی بر اثر بیماری سرطان که طول 6 سال او را بستری نگاه می داشت، در سن 59 سالگی داعی اجل را لبیک گفت و به جوار رحمت حق پیوست. استاد محمد شریف ایمدزاده 6 ایولی سال 1951 در دهه غندره ناحیه طویلدره تولد شده است. سال 1968 مکتب میانه را ختم کرده مدت در نزد عالمان صرف و نحو، تاریخ و فلسفه اسلامی کشور و طور انفرادی مشغول درس آموزی بوده است. همزمان در مؤسسه های گوناگون خواجگی خلق ناحیه وحدت، سابق ناحیه کافرنهان و مهنت فایده‌ناک جمعیتی مشغول می شود. سالهای 1990 1999 مسئولیت رئیسی هنید بر دوش او گذاشته می شود. سال 1992 بر اثر جنگ شهروندی در کشور و جمهوری اسلامی پاکستان هجرت نموده در ساختارهای رهبری کننده حرکت نهضت اسلامی تاجیکستان و اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجیک که اکنون در خارج از کشور عمل می‌کردند فعالیت سیاسی نموده است. همزمان سالهای 1993 1997 در یکی از دانشگاه‌های با نفوذ پاکستان، دانشگاه بین المللی اسلام آباد تحصیل نموده بعد ختم آن اختصاص حقوق شناس را به او لایق دانستند. سالهای 1994 1997 اشتراکچی فعال مذاکرات صلح بین تاجیکان بود. از ماه ایول سال 1997 تا ماه اکتبر سال 1998 عضو زیرکمیسیه سیاسی کام و از ماه اکتبر همان سال تا 1 اپریل سال 2000 رئیس زیرکمیسیه حقوقی کام بود. استاد ایمدزاده از 19 ژانویه سال 2000 تا 20 مارس سال 2000 سفیر عاید به سفارش‌های مخصوصی وزارت کارهای خارجه جمهوری تاجیکستان شده کار کرده است. سپس 2 مرتبه سالهای 2000 و 2005 وکیل مجلس نمایندگان مجلس عالی تاجیکستان انتخاب می شود. استاد محمد شریف ایمدزاده همچون عالم شریعت مدار و فیلسوف در دایره علما و فضلای جهان اسلام معلوم و معروف است. کتاب و رساله های او در جستجوی حقیقت، زندگی و آثار امام ابو حنیفه، دیدگاه و مسائل عقیده امام ابو حنیفه را سیاستمداران و فیلسوفان علمای دین مبین اسلام از جمله کتاب‌های رویمیزی خود اعتراف کردند. استاد ایمدزاده برای خدمت‌های شایسته‌اش در راه استقرار صلح و ثبات در کشور با اردن دوستی سرفراز گردانیده شده است. نماز بامداد 17 مارس مسجد امام بخاری که در شفت منزل استاد ایمدزاده قرار دارد برخلاف روزهای دیگر سیر آدمتر شده بود. خبر جانگداز رحلت یکی از سرشناسترین عالم اسلامی و سیاستمدار معاصر تاجیک برقاسا بر گوشه و کنار مختلف کشور پخش شد و مردم از دور و نزدیک برای ودا گفتن با این ابرمرد ملت و منزل او میشتافتند. جسد پاک او در همان خانه‌ای که 6 سال اخیر کار زندگی میکرد گذاشته شده، نزدیکان و شاگردانش بالای سر او پیوسته سوره یاسین میخواندند. قبل از نماز ظهر در مسجد و اطراف آن به قول دیگر جای سوزن پرتایی نمانده بود. اگرچه اکثریت این آدمان را اعضای هنید و طرفداران و علاقمندان آن تشکیل داده باشند هم، ولی در بین آنها راهبران احزاب سیاسی کشور، عالمان و ادیبان، ژورنالیستان، نمایندگان سازمان‌های بین المللی نیز کم نبودند. تخمینا ساعت‌های 11 قبل از ظهر شکرجان ظهوروف رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی به منزل مرحوم تشریف آورده از نام پرزیدنت جمهوری امام علی رحمان، از نام خود و از نام دیگر راهبران کشور وفات استاد ایمدزاده را به اهل خانواده و خویش و اقربای ایشان تسلیت عرض کرد. شکرجان ظهوروف از مرحوم ایمدزاده با عنوان یک مرد وطن دوست، عالم فیلسوف، سیاستمدار و مبارز راه صلح و ثبات در کشور نام برد. قبل از برگزاری نماز جنازه در همایشی که در مسجد امام بخاری به وقوع پیوست،
سرشناسترین علمای اسلامی کشور از قبیل حاجی سعدالدین رستم، ایشان داملا علامه از ریگر، ایشان داملا محمود جان از ناحیه وحدت، حاجی میرزا و داملا خالمراد از شهر کلاب، رئیس هند در ولایت خدلان صدرالدین قلندرزاده، داملا عبدالقهار از دوشنبه، مفتی مسلمانان کشور ایشان امان الله نعمتزاده، داملا محمدی قمسنگیری و ایشان نورالدین جان تورجانزاده شرکت نموده اکثریت آنها سخنرانی نمودند. در سخنرانی های خود این اساسی ترین چهره های دین مبین اسلام در کشور استاد محمد شریف همتزاده را از جمله علمای دانستند که در مشکل ترین دوره های تاریخی مردم مسلمان تاجیک تمام تلاش های خود را بهره برقراری حقوق های از دست رفته اهل اسلام روانه کردند. در سخنرانی خود محیدین کبیری رئیس هند وکیل مجلس نمایندگان ابراز داشت که بعد مرگ استاد سید عبدالله نوری بنیانگذار فقید هند، اعضای حزب و شخصا خود او چنین احساس تنهایی و یتیمی را نکرده بودند که حالا پس از مرگ استاد همتزاده کردند. اگرچه آنها دیگر راهبر معنوی را بالای سر خود ندارند، ولی مطمئن هستند که میان مردم کشور تکیهگاه قوی پیدا نمودند. و قول کبیری این را انتخابات سپری شده پارلمانی برای نشان داد. نماز جنازه استاد همتزاده با امامتی داملا محمدی قمسنگیری گذاشته شد. جسد استاد همتزاده را طبق وصیت خود او و خواهش راهبریت کنونی هند در قبرستان سری آسیا در پهلوی آرامگاه استاد سید عبدالله نوری به خاک سپردند. انا لله و انا الیه راجعون.